او از سحر تا شام به پا راست و нигаҳбони 3 فرزندی маълулаш است. санавбар، لطافت و نسیبه به بماری نادیره گرفتارند و از رشد ماندند. санавбар 30 سال دارد، لطافت 24 و نسیبه 20 سال است. دختران کلانی 2 ماه است که گپ نمیزنند، از حرکت ماندند و غم مادر دوچند شده است. هوای توزه برمتا. کس گفته همسایه‌مون گفت تو زنک چی عذاب کشیدی بتی اینترنت بتی اون نگاه بین کنن دولت ایورا دکتر دارن ایورا چی دارن گفتم میگه پکی گفتم دیم بورا نگی گفتم من به میاد زنده گفتم نگی. مادری که در سالهای سختی جنگ هم پیش از همه غم دخترانش را میخورد تصور نمیکند چگونه بعضی از والدین فرزندان سالم یا معلول خود را به یتیمخانه میدهند و دیگر سراغ نمیکنند. خب یکو همسایه میگن میداد خودم نمیخوردم در تیبالشو میموندم میکردم میدادم شد همونم بزور میخوردم قوه نداشتن خودم خداد قوه داد مرا همین در طور سر همیو نگاه کردم شدم نماز مخوندم خدا گفتم دمی جاد بته شو نسیبه دختری خردترین خانواده که یک زمان گلدوزی میکرد میگوید مادر برایش عزیزترین انسان است و آرزویش این است که شفا یابد و در عوض نیکی ها برای مادر پیرهن بدوزد. اگر سوز شوی چی با دوامتی؟ پدر خانواده نیز بیمار است و مادر برای دختران معلولش فقط 130 سامانی نفقه پول میگیرد، پولی که برای دارو و درمان فرزندان نمیرسد، ولی باز هم از کسی توقع کمک ندارد. شکرانه میکنم خدای تعالی هست، مورا یاردم میکنه خدای تعالی، قوت جون داد خدای تعالی. یک نگاه بین کردم شونه با یک علف و با یک جوربه من همیار تا این نمی خود آوردم رساندم 30 سال شد. خدای تعالی تا این هستم همیار و این نشم میگم خدا خودش اگر چه راهی داشته باشه دلم و این نمیشه من ایورا پرتم